قیمت هر فرد در علم و فن است. برتنی صاحب دلان چون جوشن است. در که امروز و خوش و فردای نیک دانش آموزی زبان را روشن است. با فروغ صبح دانایی ما شعله‌ریز و نور پالا میهن است. پیشوا داریم و صلح و دوستی، چشم تاریخ را هوای دیدن است. تاجکان را هست آثار بزرگ، از قدیم این خلق صاحب محسن است. سلام و درود حاضرین گرامی، حکمان بسیار هم گرامی قدر و اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی. داوطلب به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در نامیناسیای از یاد کردن و خواندن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک، بنده در نامیناسیای خویش غزل 169 عدد، رباعی و دو بیتی 436 عدد، داستان 606 مصرع، قصیده 300 مصرع و از دیگر ژانرهای شعری زیاده از 400 مصرع از یاد کردم. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام به هر کسی. آغاز کدام اثر است؟ این آغاز اثر مشهور بستان سعدی شیرازی است. اگر اجازت باشد دوامش رو هم قرائت نمایم. مرحمت. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی. تمتع زی هر گوشه یافتم، زی هر خرمن خوشه یافتم. تولای مردان آن پاک بوم برانگیختند، با دل گفتم از مصر قند آورم. بری دوستان ارمغانی برم. دل تا کی همه جویی من را، چی داری دوست هر زد دشمنی را. ادامه چید از کی است؟ از استاد عبدالله رودکی. مرحبا. دلا تا کی همه جویی من را، چی داری دوست هر زد دشمنی را. چرا جوی وفا از بی وفای، چی کوبی بیهوده سرداهنی را. ایا سوسن بناگوشی که دوری، برشکی خیشتن هر سفسنی را. یاد باد. روزی وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. این زمان بر کس وفاداری نماند، آن وفاداران و یاران یاد باد. گرچه یاران فارغند از حال من، از من ایشان را هزاران یاد باد. تشکر زیاد. امی قسمت آخری غزل عشق تو سراسر همه سوز و همه درد است. کمال خوجندی. عشق تو سراسر همه سوز و همه درد است. این شیوه به اندازه مرد است که مرد است. اون کس که در او صرف نکرده است همه عمر. بیچاره چی دانم که همه عمر چی کرده است. زاهد چی عجب گر کند از عشق تو پرهیز، کس لذتی اون باده. آفرین مرحمت. ای چرخ همه خرابی است که نه توست، بدادگری پیشه دیری نه توست. از استاد عمر خیام. دامته. ای چرخ همه خرابی است که نه توست، بدادگری پیشه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، پس گوهری پربها در سینه توست. دست از طلب آفرین. دست از طلب ندارم تا کام من براید. یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بگشای تربتم را بعد از وفا تو بنگر، که از آتش درونم دود از کفم براید. سلطان تو اینقدر غزل رو کی وقت میوبی که از یاد کرده ای؟ بله. کی وقت داری که تو اینقدر غزل رو در برابر خواندن و از یاد کرده ای؟ هر انسان برای خویش رجای کاری معینی دارد. من نیز یکی از شخصانی هستم که برای خود رجای کاری ترتیب دادم. در خانه چقدر کتاب داری تو؟ در خانه زیاده از 30 عدد کتاب دارم. کتاب خیلی کم است، لیکن از یاد کردگی پیشنهاد کرده ای روی خط ادبیات خود خیلی وسیع فراخ است. از کجا دریافت کردی اینها رو؟ من بسیاری غزل ها را از کتابخانه مؤسسه دسترس کردم و غزل ها را از یاد کردم. اینچنین رباعیات های عمر خیام را از تلفن موبیل دسترس کردم. شعر وطنداری محمد غایب میدونی کنی؟ وطنداری
اگر یکی رفت و در اگان جوش خطابی کنم استاد بخشش منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم اگرچه کلبه‌ام عادی است ولی دل مسکن شادی است فرح خیزد مرا از غم وطن دارم و سلطان وطن نیز با چنین فرزندانش نیز افتخار میکند. داوطلب در آزمون جمهوری تحت عنوان فروغ صبح دانایی در نامیناسیون یکم و پیشنهادات من در این نامیناسیون 105 عدد غزل، 436 عدد رباعی، 1032 مصرع داستان، 310 مصرع قصیده، 60 کتاب و نوعهای دیگر گونه شعرها 400 مصرع از یاد کردم. آفرین. بر هوای درخت صندلبوی جامه را کرده بود صندلشوی. جز به صندل خری نکوشیده، جامه جز صندلی نپوشیده. صندل آسایش روان دارد، بوی صندل نشاط جان دارد. و صندل چی است در اینجا؟ ها؟ صندل چی است؟ چی معنی دارد؟ صندل یک درختی است که دوای دیده می باشد، یعنی از چوب آن دوای دیده رو دوا می بخشد. آمد آورد نازنین برداشت کوفت چندان که مغز باز گذاشت. کرد صافی چنان که دور نماند، در نظرگاه دردمند فشاند. دارو و دیده را به هم در بست، خسته از درد ساعت بین شخص. دارو بر بخت کار دیده بر بخت کار سوز نهاد، سر به بالین تخت باز نهاد. بود تا 5 روز بسته سرش، وانتیلاهم نهاده بر نظرش. روزی 5م خلاص دادندش، دارو از دیده خیر چون دید گیزی او زی گوهری بد دارد آب در آبگینه خود. خیر دید که زی گوهری بد دارد آب در آبگینه خود. وقت آن رفیق پنهانه میخورد چون رقیق ریحانه. گرچه در تاب و تشت خواهر عزیز پیشنهاد کردند که خیر و شر نظامی گنجوی رو به پورگی از یاد میداند. همزمان من از نقطه آخران از میانه و از اول سوال کردم، واقعا هم همینطور هم شد. آن روز که 7 ساله بودی چون گل بچه من حواله بوده، اکنون که به 14 رسیده. چون سحر به نصیحتنامه به کی گفته شده بود؟ این نظامی گنجوی نصیحتنامه رو به کی گفته؟ به پسرش. بله آفرین. مرحمت ایتیا کمال. دل من طلبگار یار است و بس. کمال خوجندی. دل من طلبگار یار است و بس، از این دل همینم بکار و هست و بس. آفرین. به داغ فراموشیم ماند و رفت، زیاران همین یادگار است. خبر ده ای ستاره یاری ما را. جلال الدین بلخی. خبر ده ای ستاره یاری ما را، که دریابد دل خونخوار ما را. خبر کن آن طبیب عاشقان را، که تا شربت دهد بیمار ما را. دل دارم که از سلطان نترسد، دل دارم که از سلطان نترسد. زبند کنده و زندان نترسد. دل عاشق مثال گرگ گشنه. آفرین. تن کوگک سری سنگ میزند ققره بناز. کوگک سری سنگ میزند ققره بناز. یارم رو است و جانم بگداز. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ. آفرین. ما دیگه سوال نداریم. صنف دهم هستید. هر دویتون هم با همراهی سلطان از یک مکتب رقمی 27. آموزگار شما کی هستند؟ آموزگار ما اولا غفار و بوینظر و بعد معلم کتابخانه ما میرزای گلمراد می باشند که آنها بسیار در کتاب انتخاب کنی، در غزل، در همه چیز به ما یاری میرسونند. با سلطان هم همچنین.
با سلطانم من محسومم و و معاون سلطان رئیس نایه اونجا حضور دارن. از معلم عزیز خواهش میکنیم که نفری آموزگارانی که در آماده کردن چنین شاگردان برای اشتراکشان در آزمون اگر کوشش کردن با کاتبات نامناسب آنها و به وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. البته ما قدردانی میکنیم نه تنها شاگردان این مکتب رو، حتی آموزگارانی که برای آماده کردن آنها کوشش کردند. نوربانو صنف سیوم هستی تو؟ از کدام مکتب هستی؟ از مکتب 77 هستی. تو از روی کدام نامیناسیون میخوای خود را معرفی کرده باشی نوربانو؟ نامیناسیون سیوم. ادبیاتی بچگانه. تو کدام اشعار ادیبان بچگانه را امروز تیار کرده آموخته امروز به آزمون آمدی؟ من از جوره هاشمی، عبدالملک بهاری، گلچهره سلیمانی، یوسف جان احمدزاده، عزیزی عزیز، محبوبه نعمتزاده و غیره ها. و غیره ها. آفرین و غیره ها. خوش حاضر به اهل تالار، اهل اشتراکچون و حکمان چی را میخوای قرائت کرده باشی؟ من یک شعر از یوسف جان احمدزاده نام شعر تاجیکستان نبزی من. باشد که یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست در تن من جان من به تاجیکستان نیست تاجیکستان نام من پرورده شیرش کام من ابر من باران من به تاجیکستان نیست تاجیکستان کوه من کوه بلند راه من قبله ایمان من به تاجیکستان نیست تاجیکستان یاد من اجداد من اولاد من گوهر چشمان من به تاجیکستان نیست آفرین نوربانو و ما اطمینان داریم که تو شعرهای زیادی رو میدانی در وصف وطن، در وصف مادر. مرحمت هیئت حکمان ادبیات بچگانه نوربانو. ایرج میرزا شعر مادر. گویند مرا چو زاد مادر پیستان به دهان گرفتن آموخت شبها بر گوهره من بیدار نشست و خفتن آموخت یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و خفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت پس هستی من زی هستی اوست تا هستم و هست دورمش دوست. از امین جان شکوهی میپرورم کنی بهتر از جانم تو را ای دل ربا میپرورم در دلم گنجینه مهر و وفا میپرورم. ما نسل قهرمانیم لاهوتی. ما نسل قهرمانیم تاجیک بچگانیم در میدان دشمن شمشیر جان ستانیم هم کوبه زفرمند هم واسه دشمن بند گویند با ما هنر کن. تزگویا کنی ها. بله. مرحمت تزگویا. در لب کوچه جوچه در لب جوچه جوجه هفت جوجه اشرا جوجه آب میدهد از جوچه. آفرین. با یک تای دیگر. با یک تای دیگر. کنی ها. یک تا زیاد کردیمی. یا چیستان گو خواهی میلد. چیستان. خوش صحبت و خوش زبان و رو خوش دل در سر نکته های او خوش خاموش بود همیشه لیکن این خلق خوشش زی گفتگو. شکرانه. آمد فصل بهاران پرلاله شد کوهساران. دوام چی؟ بیشتر از کی از یاد کردی از خبر کردی تو؟ از اشعاری کی؟ بیشتر از اشعار غفار میرزا گلسره عوضاوا و غیره. و غیره. او برچه که مست من بیا دوان دکور دکور. او برچه که مست من بیا دوان دکور دکور و جو علف به دست من بیا و خور کپور کمور. دویدیم به جوی نو رسیدیم. دویدیم به جوی نو رسیدیم. اوچم خمیر میکند، اوچم فطیر میکند، نان بشیر میکند، اوچم خمیر میکند. مرحمت هیئت حکمان ادبیات بچگانه. بیبی جانم میآید، دل و جانم میآید.
از رای دور می آید با زور می آید. در کیسه های بیبی جان چی است؟ در کیسه پوری مویز. پوری مویز پوری مویز، پوری قند، کیسه هایش پوری قند، مویز و مغز می آورد، چیزهای نغز می آورد. بیبی جانه مرمت هایتی اکمان ادبیاتی بچگانه می خواهم از شعرهای غفار میرزا یک شعر باشه. رو. مرمت با کمال احترام. بودی یا نبود، بودگار بود، پالیز نبود، شدگار بود. در یک زمان، در یک مکان، شاه خلائق مار بود. ماری کلانی زور بود، بد هیبت و خونخور بود. در آن زمان، در آن مکان، فرمانبرش زنبور بود. رو نیش زن درنده رو، چرنده رو، پرنده رو. درندهش چیست و پرندهش چیست و چرندهش چی است؟ درنده حیوان‌های وحشی، پرنده آنهای پرواز کننده ها. چرنده همانهایی که علف میخورن و همین ابیاتی که حاضر نام قرائت کردید چی نام دارد؟ این نام این شعر دوستک بود. دوستک بود. آخرش چی می شود؟ آخرش وقتی که زنبور میفهمد که گوشت انسان از همه چیزها شیرین تر است، وی میخواست که به نزد مار رود و به همون گوید که در اینجا از ما میدونیم که علاقه این را تو خیلی نغز میدونی و زنبور جیز کنان ویز کنان به نزد مار میرد، چون که زبانی او را که قیچی کرده بود. دوستک زبانی او را قیچی کرده بود. مرمت هایتی اکمان ادبیاتی بچگانه خواهش میکنم. هنگام شعر قرائت شعر شکرانه چی گفتی؟ کلمه چاشنی استفاده کرد. چاشنی چی معنی داره؟ چاشنی خوراک. نومیناسی سیم ادبیاتی بچگانه از افسانه و روایت های خلقی. مرحمت حاضر چی میخواهی تو گفته؟ روزی بازار چقدر روز است؟ روزی بازار روزی استراحت می باشه. روزی بازار میگوییم؟ یک شنبه. یک شنبه رو کنی با وصف روزی بازار چی میدانی تو؟ آمدم ساعت 4 صحت سلامت بطل از مردم بیشمار بازار بود پرمغل توپی خود فروخته 10 دانه تخم خریدم جانب یک معرکه بال کشاده دویدم بخت از توکل گویان در آمدم به تخم جنگ اول شد مشکل آسان ولی ثانی حالم تنگ تمام سر که محمد جان تخم جنگ این چه بازی بوده است؟ تخم جنگ بسیارتر در روزهای عیدها بازی میکنند تخم با تخم جنگ میکنند بچه تخم با تخم جنگ نمیکند و پسر بچه ها جمع شده آنها تخم ها رو تخم زنی میکنند تخم زنی میکنند و تخم غالب رو تخمی که نمیشکند او رو به نفری که صاحبی همون تخم بود به همون میتینده. آفرین. مرحمت از ادبیاتی بچگانه عادتا روایت ها چیستان گویند مرحمت چیستان باشد. گل دیدم که آن به خار باشد نه در دشت و نه در بازار باشد نه آن را کس خرد نه کس فروشد همیشه در سرش بازار باشد. علم علم دانشه دو بیننده دو بیناننده عینک 1000 تا خار دارد یگان تش را قرض نمیگیرد. نگو خالی طولار میگوید جواب بشه تو چیستانو تا گوی مردم به اندیشه کدام وادار کنی 1000 تا خار دارد یگان تش را قرض نمیدهد. آفرین. دیدید زال خیلی فاول است. مرحمت دوامته دکچه هکی پرجزه آشکش با مزه.
ادبیات جهان شما از کدام فن درس میگید معلم فن عزیز؟ زبان و ادبیات تاجیک. مرحمت ادبیات جهانی استادان عزیز هیئت کمیسیون. میخوام قصیده عشق از اشعار جورج بایرون. مرحمت. ای عشق دمان بادا جانی تو چو دریاها، بادا بری تو مستر چرخی فلکی اخضر، زنجیری تو در پایم آزادم و شیدایم، تلخی تو در کامم از شیرینی شیرین تر. حیفا گذران هستی چون برق پران هستی، بسیار شتابانی ای عشق بلند اختر. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. از کی از خویش؟ محمد اقبال. کدام اثرهای شهرت جهانی داشته چنگیز ایمتوف میدونی؟ جمیله. جمیله درست. دوراهای بورانی. دوراهای بورانی. نخستین استاد. معلمی نخستین نه انیخترش. معلمی نخستین از انیخترش هستن. درست. الویدو. این چونین 300 مصرع داستان از اشعار دانته الیگری هم تیار هستن. مرحمت هیئتی اکمون. از شکسپیر به زبان تاجیکی سونت ها با ترجمه قطبی قیرام. باکی. همگی شکسپیر 154 سونت دارد، 74 مصرع 114 مصرع آن با ترجمه استاد. مردم تاجیک توسط کدام اثرهای شکسپیر و کدام ترجمان ها ان همون مال شکسپیر دسترسی مردم تاجیک گردید؟ بیشتر با ترجمه استاد قطبی کرام. اثرهای صحنوی شونه بگید کدام است بیشتر با همون اثرها؟ اثرهای صحنوی رمیو جولیتا، شاه لیر. این چیزی که از الیگری دانته شما از یاد کردید این از مضحکه الهی داستان اپوسی میشه اپیکی. این از چند قسم عبارت؟ از 3 قسم عبارت است. درباره بهشت، دوزخ، اعراف سخن رانده می شود. کدام قسمش ترجمه شدگی؟ قسمت اول و دوم قسمت دوزخ و بهشت. کی ترجمه کرده؟ در شما از یاد کردید اهمیت ندادید که این زحمت کی کشیده است؟ کی ترجمه کرده است اینا؟ ادبیات کلاسیک. بیشتر خودت مطالعه کدام ادیبان رو دوست می‌داری از ادیبان؟ بیشتر به من غزل‌های حافظ شیرازی و رباعیات عمر خیام. باشد که باشد. مرحمت محترم هیئتی اکمانی عزیز، از شما احتراماً خواهش میکنم از معلمای عزیز روایاتی عمر خیام. ای چرخ همه خرابی از کینه توست. ای چرخ همه خرابی از کینه توست، به دادگری پیشه دیرینه توست. چون در گذرم به باده شوید مرا، تلقین ز شرابی ناب گوید مرا. خواهید که روزی حشر یابید مرا، از خاکی دری. عاشق همه سالم مست و شیدا بادا، دیوانه و شوریده و رسوا بادا. این در روی خطی ابیاتی از یاد کردگی من است. اگر که باشد ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، به باده ارغوان نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاکی ما آن به که در این زمانه کم گیری دوست. آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. بازار صبیر وطن 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 منم به تو تنی بطن، خسم اگر خسی تویم کسم اگر کسی تویم. پسری وطن ترسونزاده. داستان پسری وطن این از اشعار استاد میرزا ترسونزاده می باشد. کنی روی خط هستی از مابینشم میکال را جنگی دلی را نبکن، جنگ با لشکری بیگانه بکن. باش فرزندی سزاواری وطن، لایق این وطن این خانه و در. یک غزل از دهلوی گویه. یا بهترش کمال خوجندیه. کمال خوجند. این چی مجلس چی بهیش، این چی مجلس چی بهیش، این چی مقام است اینجا. روحی ساقی می باقی، لبی جام است اینجا. دولت از همه بگذشت از این در نگذشت. چهره
برافروخت دلبری داند. نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند، نه هر کی طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین یاران سروری. کهن که بنده بودم همه را بعد از این هلالی. یاران کهن که بنده بودم همه را، در بند جفای خود شنودم همه را. زینهار ز کس وفا مجویید که من دیدم همه را و آزمودم یاران همه همه جا ولی وطن در یک جاست. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز به، لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. روی خطی کتاب هایی که شما خوندید یک صحیفه‌اش به ما رسید 150 میگن و این صحیفه سر تا پا به استثنای یک دو جاش از لایق شیرالی. همین علاقمندی شما، این توجه شما با لایق برای چی، از چی سبب، چی دلیل است؟ پیش از همه اون چیه که مرا به استاد زنده یاد لایق شیرالی می پیوندد، پیش از همه کلمی شاعرانه من است و پیش از اون که قلم به دست گرفته باشم، پیش از همه کتابی که همیشه روی میز مرا آرام دهد، این کتابی استاد لایق است. و امروز اگر اجازت باشد یک شعر لایق را به سمع شما میرسانم. تاجیکستان محضری من، سرزمینی کم زمینم، تو سراسر کوهساری، تو سراسر سنگزاری، چون که فرزندان تو در طول تاریخی دراز هر کجا رفتند مشتی خواب با خود بردند. مجموعه ها کتاب های لایق نمبر کنین. مجموعه های لایق، خانه چشم، خانه دیل، برق سنگ، افت و بارون، ریز بارون، مدرنامه و باز فریادی به فریاد و رسی لایق است. شما از همین قصه مرگ صدخوری استاد صدرالدین نعینی یک لحظه عجیبش نقل کنید که سرشت قهرمان پورا آشکار شده باشد. اساساً اثرهای من در نثر معاصر پیشنهاد کردم از اثرهای خوانده خود را و از خوردی خواندن اثرهای استاد صدرالدین نعینی را بسیار میپسندم و اثرهای استاد یا داشته ها مرگ صدخورد و خونده با سوال جواب تید، با سوال معلم جواب تید شد. با سوال مرگ بسیار این اثری جهانی هم است، گفت خطا نمیکنیم زیرا که در قطار اثرهای گوگل و اثرهای بزرگ جهانی نامنویس شده است و یک لحظه از بهبهای این اثر وقتی که در آخرین لحظه ها وقتی که سرشتی قریشکنبه آشکار میگردد که او پولهای او در بانک میسوزد و او وای پولکم گفته از دنیا میگذرد. این یک لحظه های مرگ صدخور میباشد. بسیار لحظه های مرگ صدخور نقل کردن ممکن است، اما از رفت های وای میگذشت بزرگ و او برای آن که بسیار خسیس، ممسک و گرسنه چشم بود و تمامی از حساب خودش تماما سلامت باشه. من میگوید که افسوس که پول جو نیست که من برآورده به شما بدهم. یک جمله همین است. سلامت باشه. آشخوری هایش بسیار لحظه عجیب، آرینگشار آش پلاو میخورد حساب استودنتو، دانشجویان آش پلاو میخورد. درست، البته بیرون از نامیناسیا ما ببینم شما کتاب بسیار خوندید، چرا شما شاهنامه را نخوندید یا که در اینجا ننوشتید؟ شاهنامه فردوسی. من شاهنامه رو خوندم. شاهنامه رو باز در حاضر در دستم کتاب فردوسی استاد ساتیم لغزاده است که اساسا درباره این استادی بزرگ ابوالقاسم فردوسی است و من بغیر از اثرهای خود شاهنامه با شعر خوندم، اما شاید وای نکرده باشم. حاضر در دستم کتابی فردوسی استاد ساتیم لغزاده است که درباره شاهنامه درباره استاد من معلومه برای شما و با دیگر اینجا جوانان و کتابخوانان دیگر گفتنی هم که همه توصیه میدم حتما شاهنامه را بخوانند. مرحمت حیاتی یکمون خواهش میکنم به فتانه بانو از روی ادبیات معاصر تاجیک. فتانه بله و فتانه اثرهای استاد عینی نامبر کنید. مرحمت. اثرهای استاد عینی: مرگ صدخور، آدینه، قهرمانی خلق تاجیک تیمور ملیک،
мебошад. Дохунда, ёддоштҳо ва инчунин яъне романи ғуломонро навиштааст. شعر گلی سرخ رو کای نوشته اینی باقی چه مقصد گلی سرخ شعر گلی سرخ میدونیم از یاد راز دل میگفتم یک مرهمی میداشتم من بیشتر از استاد لایق شیعلی و استاد بزرگ محمد غایب مرحمت از محمد غایب چی میخونی؟ میخواهم یک غزلش را پیشنهاد نمایم. بگذار گدا باشم در خاکی وطن باشم در بندی جفا باشم در خاکی وطن باشم بگذار که غم بینم صد درد و الم بینم از هجر جدا باشم در خاکی وطن باشم. ادبیات معاصر از لاهوتی یگان چی میدونی؟ کنی گر یار به ما نظر ندارد چی کنیم؟ گر یار به ما نظر ندارد چی کنیم؟ خاکستری ما شرر ندارد چی کنیم؟ ما بنده یار و او به ما سردار است سردار ولیک سر ندارد چی کنیم؟ این مادر دهر عاقلان زاید هر لحظه شماری ناکسان افزاید از جمله فردوسی کم آید به جهان عاشق همه کس ولی مجنون یک توست عالم همه سنگزار و زر کم پیداست شور از تمام آب اقیانوس ها یک چشمه کوفساری ما بهزی آنها. ای شرق تو ابتدای خط و قلمی دروازه آفتابی زرین علمی البرزگوی آبیده فردوسی یا منبر شعر و شاعرانی عجمی در دفتر دل من در دفتر من خونی دلم خواهد ماند در خاکی وطن مشت گلم خواهد ماند گندم دروم تنی مرا کاه خورد من مردی رهم عمری مرا راه خورد نوروز رسید یاری دیروزی من یک بار بیا برای دلسوزی من. از روی نامیناسیون دوم یعنی از یاد کردن و خواندن آثار ادیبان معاصر تاجیک از معاصر بیشتر کی رو میپسندی و کی رو بیشتر میآموزی؟ من از معاصر از بسیار شاعران شعرها از یاد کردم و مثل لایق شیرعلی استاد محمد غایب صدرالدین عینی ابوالقاسم لاهوتی آذر از لاهوتی چی رو میدونی؟ وطن ویران از یار است یا اغیار یا هر دو مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو بدو باید دو مطلع آخر همه داد همه تو را وطن خواهی زنند اما نمیدانند وطن خواهی با گفتار است یا کردار یا هر دو شکوه از تو ندارم اصر من چون توی آموزگارم اصر من بخت خوابالود من جنبانده صاحب جازت شمارم اصر من دیده در بیقراری های خیش طاقت و صبر و قرارم اصر من ماسمان کفایه فرزانه نوروز شد و پنجره رو باز نوروز شد و پنجره را باز نمودم صد شکر تو ای جان جهان سوز نمودم تبریک همه مینه و گنجشک و آفرین آفرین جبر تاریخ یگان قوم ندیده است که ما تاریخ یگان قوم ندیده است که ما زهر تاریخ نژاده نچشیده است که ما ای بازنشستگان ملت ای بازنشستگان ملت ای بال شکستگان ملت پیوندگران دوش و فردا از خویش گذشته هر چی دارم در این جهان هر چی دارم در این جهان وطن است وطن است و مدار جان و تن است گناه ماست حولیه این خاک مدفن مردگان بی کفن است تاجیکا
اصل خیش را دریاب دانی که دلت را دلم اکنون دانی که داند دلت را دلم اکنون خواند افساند افسانه به افسون خواند بعد از سر من هم از پی اختر تو آوای من آواره گردون ماند. من از اشعار خودم یک غزل خوانم. مایل شد. ما میدونیم که اساسگذاری نه اینکه یک ادبیات تاجیک، ادبیات تمام شرق استاد رودکی است. یک غزلی دارم و همین خاطر برای شما قرائت میکنم. من سخن گویم امروز با زبانی رودکی، هم ردیف سازم جهانم با جهانی رودکی. مصرهایش بیش کس زنجیر و پای دار را، همچو الماس مصرهای جاویدانی رودکی. بر سری فرزندش آمد بارها صد کلفت، باز از نو گشت احیا آشیانی رودکی. تیری خصمش خاک خورد و روسیاهیش بماند، در سما جاوید ماند رنگین کمانی رودکی. تشکر زیاد، خسته نباشید معلم عزیز و اطمینان داریم که مجموعه اشعار شما نیز به تب میرسد و حتما به وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان تقدیم میکنید و حتی یکمون فراموش نکنید معلم. مجموعه اشعارتون اگر به چوب رسد یا شاید رسیده باشد. مرحمت استاد عزیز. من سخن گویم امروز، من سخن امروز گویم، من سخن امروز گویم با زبانی رودکی، هم ردیف سازم جهانم با جهانی رودکی. مرحمت هایت یکمون. بسیار تشکر از استاد محمد غایب با یک پیشنهاد، یک تفسیر خوبشون به معلم. معلم لبه شما ادبیات جهان هم پیشنهاد کردید؟ ادبیات جهان هم پیشنهاد کردیم، ادبیات موسیقی هم پیشنهاد کردیم. همینجا شما مکتب حیاتی ثابت مقانفه، ثابت مقانف بله اشاره کردید. بله میان مکتب حیاتی ثابت مقانف و یادداشت ها یگان عمومیت است؟ بله عمومیت زیادی هست. پیش از همه همین این اثرهای بردی کربوبویف، قدم‌های قطعی، مکتب حیاتی ثابت مقانف، اینا هم اثرهای یادداشتی است. از حیاتی خودی اما ادیبان است، بنابراین این اثرهای یادداشتی است. ما یگان پیش از همه ماننده‌شون در همین می‌بینم. محترم صلاح‌الدین، از روی خطتون معلوم که آدمی سیر مطالعه هستی. همین در ادبیات ما یک در نثر نثری اندیشه گفتن چیز است. بله. همین نمونه هاش میدونید؟ بله. نثری اندیشه. چی ها نوشتند و اثرهایی که به همین نثر به همین نوع نثر تعلق داره. من پیش از همه استاد عزیز اثر فضل‌الدین محمدی پلات کنجکی رو در نظر به خاطر میارم که بیشتر موضوع اندیشه است. اندیشه ها در تنهایی کوهزاد. ایجادیات بهمنیار یکی از نویسنده های بسیار خوب نام داریم و یکم چی خوندگی هستید؟ بله مجموعه حکایاش خوندگی هستم. کدام حکایه ها؟ یک چند حکایه بهمنیار رو نام بر کنید. من پیشنهاد کردگی نیستم، لیکن خوندگی هستم ولی به خاطر چی نامد. چی گپ نمی‌کنید؟ مرحمت هایت یکمون. از سیف رحیمی افردی چی خوندی؟ از سیف رحیمی افردی ستاره‌های سری تنور بعد حکایه هایش رو قرائت کردگی هستم. نهایت شد گردیدم که دویم باره که حاضر در شرایط کنونی ما ببینیم که نورسان و جوانان مطالعه کتاب‌های بدیعی رو آنها رو به کاهش بیفته است و از همین اقدام شایسته سرور دولتمون نهایت شدم. من بیشتر اثرهای شاعران بزرگ کلاسیکی روس را الکساندر سرگئی پوشکین، نیک لرمونتوف، تولستوی، چخوف رو از بر کردم. میخوام که اثری استاد Александр Сергеевич Пушкин в Сибири. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокого стремлению. Несчастью верная сестра, надежно в мрачном подземелье
разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора. تشکر زیاد معلم عزیز حیات یک کمانی محترم خواهش میکنم ادبیات جهانی معلم عزیز قرائت کردن. یک سوال از شما معلم جون. اینجا شما قید کردید اثری فرانسوا رابله، گارگانتیوا و پانتاگروئل. خوندگی هستید این اثر؟ همین اثرها رو من از ادبیات جهان خوندم. در اینجا تنها درباره پدر و پسر سخن می رود. گارگانتیوا پدر، پانتاگروئل پسرش خودی اثر خوندگی هستی؟ نه، متاسفانه این اثر رو نیفتم. ولی در روی خط پیشنهاد کردم. در مقدمه همین اثر باید به طرز خواندن کتاب چه اندیشه است؟ فرانسوا رابله چی میگه؟ کتاب چه خیلی خواندن در کار؟ چه خیلی مراجعت کردن در کار کتاب؟ کتاب رو این رجای خوانش خود را دارد. باید که اون را برای مطالعه کتاب باید وقت جدا کرده شود. وقت رو باید صرفه‌کارانه ما باید صرفه‌کارانه اون رو معلوم که شما باید نخوندید. آگاه نیست. شما معلم زبانی روسیه یا زبان و ادبیات تاجیک. تاجیک که ادبیات روس را دوست می‌دارید. برای نام‌های زیادی ادبان روس در جا آورده. همین بسیاری از شعرهای همین شاعری که من در نظر دارم آهنگ‌های شعر تاجیکی دارد. من یک دو مصرعش میگم، شما بگید که این شعر کی است. Вечер черный, брови насупил, чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил, возлюбили тебя не вчера. از لرمونتов. ما می‌بینم که از یسین یگان کس نگفت. یسین خواندین اگر خوانده باشین حیات یک کمانی محترم علاقه فرزانه بانو به ما پیشنهاد کردند بعضی از اون اشعارهای خواندهشون از جمله دوست می‌دارند خواندن اشعار استاد میرزا ترسونزاده را که برای ما و شما معرفی کرده ایستادند. از جمله داستان جان شیرین یکی از داستان‌های دوست داشته فرزانه بانو هستند و کلیات استاد لایق شیرعلی را با خود آوردند. یعنی با این خلاصه میتوان کرد که فرزانه بانو بیشتر ابیات استاد لایق و ترسونزاده را بیشتر میپسندد، دوست می‌دارد و قصیده مادر یکی از دوست داشته ترین ایجادیات استاد لایق برای فرزانه بر این بانوان هستند. مرحمت خواهش میکنم. از ملت و از زبان خود یاد کنید، ارواح گذشتگان خود شاد کنید تا حرف زند به تاجیکی طفل شما دنیای ورا تاجیکی بنیاد کنید. گفتم بخیرت که صاحب عرفانی، گفتم بخیرت که صاحب عرفانی، بنمای ره نجات از نادانی. گفتا مکتب 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 باید خانی. این از کی هستین؟ این روبایی استاد صدرالدین عینی است. ای غنچه خندیده عجزی اگر 300 زبان دانی فزون است، همه روز بکار آید زبون است. ندانی گر زبانی دولتی خود پشیمانی ندارد عاقبت. صدمن جنابی. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم. از فیغان و ناله رنجاندیم یاری خویش را. از فیغان و ناله رنجاندیم یاری خویش را. خود سیه کردیم به یک باره روزگاری خویش را. ای جانی من جانم فدای تو. ای جانی من جانم فدای تو. ای عشق ای وطن جانم فدای تو. تاجیکستان وطن نوروز است. فصل گل در چمن نوروز است. بزمی گل فکن نوروز است. ما سپاهی تویم ای وطن ای وطن. ما سپاهی تویم ای وطن ای وطن. داد خواهی تویم ای وطن ای وطن. طفل ماندم از تو مادر. طفل ماندم از تو مادر. روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. یک سوال باشد که یک سوال شما اینجا اشاره کردید اپوس بزرگی داودی ساسونی است.
بله استاد. این از آن کدام خلق است؟ از خلق داوودی ساسانی. این بزرگترین از آن کدام خلق قزاق باشه. بله استاد، من قسما خوندم از کتاب ادبیات جهان قسم یک قسم پاره از داوودی ساسانی هست اونجا که درباره خودی آن شخص معلومات میداد که تو آن رو قرائت کرد. این چه کتاب است این ادبیات جهان؟ ادبیات جهان در همچون کتابی تعلیمی است استاد، در مکتب در رویه جمعیتی گمانیتری در صنف 10 و 11 تعلیم داده می شود. مؤلفاش کی هستند؟ کتاب مؤلف می نویسد. چون مؤلف کتاب نمیدونید؟ بله استاد، شما درست خرید میکنید. ادبیات معاصر دوای دوره ها خیر؟ حاضر بله استاد، من قسما از همه ادبیات ها راستی من میخواستم همین لحظه اگر وقتی شما را نگیرم میندارگی خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی رسانم که ما در پرتوی انا همین آزمون من و شوهرم تصمیم گرفتیم که همچون یک عائله جوان در خانه‌مون کتابخانه تشکیل نماییم که در این کتابخانه با یاری پدر و مادرانمون الکی 267 کتاب بدیهی جمع آوری کردیم. می‌خواهیم برای آینده فرزندان این در سیاست خردمندانه پیشروی می‌کنیم. من شما یک شپرگالکاتیم چون که شما اولی آیندهتان در پیش البته امیدی کلان داریم. این همین سه اپوسی بزرگ است. مناس پلنگین پوش داوودی ساسانی هر سه همینه ترجمانی بسیار مشهورمو اسلام ادهم ترجمه کردگی به خاطر گرفته مانید. حتما استاد. متاسفانه روزهای آخر زندگیش اسلام ادهم در یوان بود، در خانه پیرانسالان و در همونجا خواب شد. اما مترجم خیلی زبردست تاجیک. حتما استاد کتابایش رو حتما در کتابخانه همونجا میدیم وقتی شما توصیه داده.